سلام بچه‌ها. رنگدان‌های طبیعی برای تقویت رنگ مایع آکواریوم. اگر دوست داری رنگ مایعات زنده‌تر و درخشان‌تر و پررنگ‌تر بشه، باید بدونی که تغذیه درست و حاوی رنگدان‌های طبیعی رمز اصلیشه. مخصوصا برای سیچلات‌های آفریقایی، دیسکس‌ها، گلفیش‌ها و سایر ماهیانی که ترکیب رنگی بالا دارن. مهمترین رنگدانه طبیعی مواردیه که میگم. اولیش اسپرولیناست، سرشار از کلروفیل و کاروتنوئید، منبع عالی برای تقویت رنگ سبز، آبی و زرد. مورد دوم کریل خشک شده است، یکی از قوی ترین منابع آستاگزانتین طبیعی برای تشدید رنگ قرمز، نارنجی و صورتی. مورد سوم پوره هویج بخارپزه، منبع غنی بتاکاروتن، به خصوص روی مایع نارنجی و زرد، عالی جواب میده. مورد چهارمی هم پودر فلفل دلمه قرمزه که تو بسیاری از میکس‌ها وجود داره. سرشار از رنگدانه‌های گیاهی، اثر خیلی خوبی روی رنگ قرمز داره. مورد پنجم هم یک سری خوراکای آماده معتبره که با رنگدانهای طبیعی درست میشه که تو کپشن برنداشو نوشتم. یه نکته طلایی هم برات گفتم، حتما مطالعه کن. پست بعدیمونم یه فرمول میکس مخصوص رنگگیری بهتر ماهیات. موفق باشی.